سلام و درود، خیلی خوش اومدین به چنل پارسون، جایی که قراره با هم بتره کنیم. این ویدیو به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول قراره که گوشیتون رو مثل جت پرسرعت کنیم و لگ و باگ ها و تمام عیب و ایرادهای گوشیتون رو برطرف کنیم. یه سری گزینه‌های مخفی توی ستینگتون وجود داره که قراره بریم تیک اونا رو فعال کنیم و عمر و سلامت سی پی یو موبایلتون رو افزایش بدیم. و بخش دوم هم یک فایل براتون آماده کردم، یه برنامه داخلش و یه سری متن که باید توی یک برنامه خاص دیگه جایگزین کنین و این هم به سی پی یو موبایلتون خیلی کمک میکنه. کلا این آموزش ها بیشتر برای سی پی یو هست، اینکه سی پی یو شما تقویت بشه، گوشیتون آسیب نبینه در بلند مدت، چون که مخصوصا گیم بازی میکنین و خب گوشی داغ میکنه. قراره که با این نکات طول عمر موبایلتون رو افزایش بدین. پس حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باش و اینکه اگر تا الان سابسکرایب نکردی لطفا چنل رو سابسکرایب کن، چون از این ویدیو در آینده زیاد برات میذارم. بریم سراغ آموزش خفن امروزمون. خیلی خوب، بریم سراغ نکاتی که توی تنظیمات موبایلتون وجود داره. شما میاین پایین قسمت برنامه ها کلیک میکنین، از این قسمت بالا روی 3 تا نقطه کلیک میکنین و سایر تنظیمات رو انتخاب میکنین. اینجا روی تنظیمات برنامه سیستم کلیک میکنین و سکیوریتی یا امنیت رو انتخاب میکنین. خب روی امنیت که کلیک کنین، اینجا ما با 2 تا گزینه کار داریم، گزینه افزایش سرعت و گزینه بهینه سازی باتری. این 2 تا خیلی مهمه. روی بهینه سازی باتری کلیک کنین و این گزینه اولی رو روی هر 5 دقیقه یک بار 5 دقیقه یک بار نرمال ترین حالتشه و گزینه بعدی هم افزایش سرعت هست. روی افزایش سرعت کلیک میکنین و اینو هم مثل اون گزینه روی هر 5 دقیقه یک بار کلیک میکنین. خیلی خوب، این از تنظیمات اول. بریم سراغ تنظیمات دوممون. خب برمیگردیم به صفحه اصلی و از این قسمت میاین پایین و روی باتری کلیک میکنین. ببینید بچه‌ها اینجا چند تا گزینه براتون بالا میاره. حالت کنونی، بررسی باتری. روی بررسی باتری که کلیک کنین یه سری گزینه ها بهتون نشون میده. این گزینه آخریو که نوشته شارژ هوشمند، اینو تیکشو فعال کنین. این قسمتی که نوشته بررسی باتری یکم که صبر کنین اینطوری پررنگ میشه و میتونین روش کلیک کنین. اینجا برنامه‌هایی رو نشون میده که مصرف باتری شما رو بالا میبرن و شما میتونید اینا رو بهینه سازی کنید. خب روی این گزینه سبز رنگ کلیک میکنی و برنامه‌ها رو قشنگ بهینه میکنه. این خیلی به باتریتون کمک میکنه. پایین‌تر هم که برین میبینین یه سری برنامه‌هایی وجود داره که شما مثلا خیلی باهاش کار میکنین و باتری بیشتری مصرف میکنه. میریم توی صفحه اول تنظیمات، روی سرچ کلیک میکنیم و پویان نمایی رو مینویسیم. این گزینه رو باید پیدا کنیم و تیکش رو فعال کنیم. خب روی برداشتن پویان نمایی ها کلیک میکنی. اینجا ببین پایین اینجاست، تیکش رو فعال میکنی. برای من غیر فعال بود، الان فعالش کردم. با این کار انیمیشن موبایل شما بسته میشه و سرعت موبایلتون چندین برابر میشه. مثلا از یه برنامه میخوای به یه برنامه دیگه جابجا بشه، یه انیمیشن ریزی نشون میده دیگه. این همین انیمیشنای کوچولو رو میبنده. نکته مهم بعدی که میخوام بهتون بگم این هستش که هر وقت موبایلتون آپدیت میده 100% حتما آپدیت کنین دیوایستون رو. چرا؟ چون باعث افزایش امنیت، رفع اشکالات و باگ ها، ویژگی‌های جدید اضافه میشن، سازگاری با برنامه‌ها و تکنولوژی‌های جدید، افزایش طول عمر دستگاه، بهبود مصرف باتری، پشتیبانی از استانداردهای جدید و کلی از این مزایا داره براتون. حتما آپدیت کنین 100%. نکته بعدی این هستش که بچه توی دیوایس همتون برنامه سکیوریتی و امنیت وجود داره. خب یعنی صفحه رو باز کنی بین برنامه ها میتونی پیداش کنی. واردش شو و همیشه اپتیمایز کن، اسکن امنیتی رو فعال کن، همیشه کلیر کش رو بزن، سعی کن چیزایی که حالا مهم نیستن رو پاکسازی کنی. ببین قشنگ از این قسمت تمام این کار رو انجام بده. وقتی که شما اسکنش میکنی حتی اگر ویروس هم توی موبایلتون باشه تشخیص میده که شما پاکش کنی به همین راحتی و این اسکن امنیتی خیلی 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 به دیوایستون و طول عمر باتری و موبایلتون کمک میکنه. و گزینه بعدی که میخوام بهتون بگم که فعال کنین همون راجع به بروزرسانیه. خب شما وارد تنظیمات موبایلتون میشین و روی درباره تلفن، درباره گوشی کلیک میکنی، روی نسخه میوای کلیک میکنی و از این قسمت روی 3 نقطه میزنی و تنظیمات. اینجا میبینی یه کوچولو که میایین پایینتر نوشته که دریافت زود هنگام بروزرسانی ها. اینو تیکش رو فعال کنین حتما که سریعتر بتونین بروزرسانی کنین. نکته مهم بعدی که میخوام بهتون بگم راجع به یه سری اپلیکیشن ها هست. اینجا میبینید من یه عالم برنامه دارم. مثلا شما میتونین از برنامه روبیکا از نسخه وبش استفاده کنین. تا زمانی که این کار رو انجام بدین عملا نسخه وب رو تشخیص میده و تشخیص میده که برنامه زیادی توی موبایل شما نیست.
و این باعث میشه که دیوایس شما دیرتر هنگ کنه. حتما همیشه برنامه‌های پس زمینه رو ببند. هیچ وقت نذار که 10 تا 20 تا برنامه با هم دیگه باز بمونن. همیشه اینطوری برنامه‌ها رو ببند. و از همه مهمتر همیشه نور گوشی تو یه جوری تنظیم کن که نه اونقدر زیاد باشه، نه اونقدر کم باشه. خب نرمال، تا جایی که حالا چشمت اذیت نشه. روشن هم نباشه چون باتریتون زودتر تموم میشه. سعی کنین حالا کم کنین یا متوسط بذارینش. اینطوری باتری شما دیرتر تموم میشه. خب در حال حاضر وارد ستینگ میشین، روی درباره تلفن کلیک میکنین و از این قسمت استوریج یعنی حافظه ببینید چند ثانیه صبر میکنین که لود بشه و از این قسمت تمام حالا گیگ و حجما رو بالا میاره براتون. میگه که مثلا 17 گیگ 18 گیگ برنامه ها پر شده، چند گیگ ویدیو ها پر شده. از این قسمت میتونین برین کلیر کش رو بزنین، تصاویر و فیلمایی که کلا احتیاج ندارین و الکی توی گوشیتون هستن رو پاک کنین. خب میریم به بخش دوم. توی این بخش هم به 2 تا برنامه احتیاج داری، البته به 3 تا که اون سومی رو لینکش رو گذاشتم که نصبش کنین. وارد تلگرام میشی. از داخل تلگرام این فایلی که برات فرستادم رو دانلود میکنی و روی اون 3 نقطه کلیک میکنی و سیو تو دانلود رو میزنی که ذخیره بشه توی دانلود هات. بعد میری توی برنامه زد آرشیور، دانلود ها رو انتخاب میکنی، پوشه تلگرام رو پیدا میکنی و اینجا میبینی بله فایل اینجا برات بالا اومده. روش کلیک میکنی و روی اکستراژیر میزنی، استخراجش میکنی. میتونی ببینی که چند تا فایل و چند تا گزینه برات اومد. این برنامه که وسط هستش رو دانلود کن، نصبش کن و با اون گزینه ها هم کار داریم. در ادامه بهتون میگم که کجا لازممون میشه. خلاصه اینجا اگه بهت ارور داد اشکال نداره، به هر حال نصب شود و بزن، رمزتو وارد کن و صبر کن که نصب بشه. برنامه بی خطری هستش بچه‌ها، نگران نباشید. و از این قسمت دوباره برگرد به صفحه اصلی، روی اون به اضافه پایین کلیک کن و باید یک پوشه ایجاد کنی. یک پوشه به اسم CPU، البته با حروف انگلیسی کوچیک، بزرگ نه، کوچیک باشه. به اینم دقت کنید. خب روی اوکی میزنی و این پوشه رو میسازی. دوباره برمیگردی قسمت دانلودها، پوشه تلگرام و این 2 تا فایلی که اینجا هستن رو باید کپی کنی. روی 3 تا نقطه میزنی و اولین گزینه رو انتخاب میکنی، اولی رو انتخاب میکنی، دومی رو انتخاب میکنی، رو دومی چند ثانیه نگه دار. وقتی نگه میداری یه همچین صفحه‌ای برات باز میشه. روی کپی میزنی و برمیگردی به صفحه اول و اینجا همون پوشه CPU رو انتخاب میکنی. خب پایین روی کپی میزنی که جایگذاری بشن. اونه که کپی کردی بله توی این قسمت جایگذاری شدن. خب بریم سراغ مرحله دوم. دیگه با اینجا کاری نداریم. وارد تلگرام میشیم دوباره و این برنامه‌ای که من براتون گذاشتم و این پایین میبینی. این برنامه لینک دانلودش رو براتون گذاشتم، میتونین روش کلیک کنین و برین توی اپ استور. واردش میشی. اگه مجوز چیزی ازت خواست اجازه ها رو بهش میدی، دسترسی های لازم رو بهش میدی، تیکش رو فعال میکنی و میرسی به یه همچین صفحه‌ای. حالا من این صفحه رو بهتون توضیح میدم که باید چیکار کنیم. اینجا اگه نگاه کنین میبینین که یک کادری هستش که میتونین چیزی بنویسین و اینجا جایگذاری کنین. حالا من صفحه رو حالت تاریک بزنم که شما بهتر بتونین ببینین. خب اینجا رو میبینین. اینجا باید یک متنی جایگذاری بشه. شما وارد تلگرام میشین. من این متن رو برای فعال سازی ببینین نوشتم که متن برای فعال سازی، پایینش هم متن برای غیر فعال سازیه. روی اون فعال سازی کلیک میکنی و متن رو کپی میکنی. چون باید اون قسمت واردش کنی. وارد برنامه میشی دوباره و متن رو اینجا وارد میکنی، روی تیک میزنی و چند ثانیه صبر میکنی. صبر کنی یه سری حالا نوشته براتون بالا میاد، نوشته CPU از 10 تا 100 اینطوری پر میشه و وقتی که تا 100 رسید یعنی که روی دیوایس شما چنج شده. حالا اگر احیانا یه روزی خواستین که غیر فعالش کنین هم روی این متن دومیه کلیک میکنی، کپیش میکنی و مثل همون روندش رو طی میکنی، میاد توی این برنامه و جایگذاریش میکنی و از روی دیوایست کلا دیلیت میخوره و پاک میشه به همین راحتی. حالا میریم سراغ اون برنامه‌ای که بهتون گفتم نصبش کنیم. مجوزا رو بهش میدی و اگر حالا بازم توی پوشه ها میری، اگه مجوز چیز خاص بهش دسترسی ها رو میدی و میرسی به این گزینه یکی مونده به آخر. اینجا اگر دقت کنی 3 تا دایره میبینی که توش یه نوشته‌ای هستش. خب ما میخوایم اینا رو فعال کنیم. این پایین یه چیز سبز رنگی نوشته شده. این روی این گزینه که کلیک کنی و بیای آخر میتونی اون قسمت آخر زد آرشیور رو انتخاب کنی. خب دوباره هم روند رو طی می‌کنی، توی پوشه دانلودها میری قسمت تلگرام و این فایلی که اینجا می‌بینی اولین فایل رو روش که نگهداری وارد این قسمت میشه و می‌بینین این پایین میتونی تیکش رو فعال کنی و بعد روی اون دایره ها میزنی، دونه دونه روی دایره ها کلیک میکنی و
اینطوری روی گزینه دومی کلیک میکنی و فعال میشن. به همین راحتی و تمام. برنامه‌ها، فایل‌ها و تمام متن‌هایی که نیاز دارین رو براتون توی کانال تلگراممون آپلود کردیم و اونجا هستش. شما میتونید از طریق دیسکریپشن وارد کانال تلگرام ما بشین، چون لینک کانال رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتیم. وارد کانال بشین و برنامه‌های مورد نیازتون رو دانلود و نصب کنین. مرسی بچه‌ها که تا پایین ویدیو همراه من بودین. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.